انتخاب رشته. یه انتخاب خیلی سخت که به آینده ربط پیدا میکنه. هیچ ربطی هم به الان نداره، اما باید نگرانش باشین. موقعیت اجتماعی، پول، زندگی ایدئال، همش ربط پیدا میکنه. خدایا چی کار کنم که بعدم پشیمون نشم؟ امسال کلاس تموم شده، یعنی زمانی که باید انتخاب میکردم بین رشته تجربی، ریاضی، انسانی و هنرستان. یه جایی خیلی خوب. واقعا انتخاب سخت. چرا؟ چون که من دارم توی ایران زندگی میکنم، جایی که هیچ وقت هیچ چیزی ثابت نیست، همه چی به هم ریخته است و هیچ کس به آینده هیچ امیدی نداره. و این بود شروع ماجراجویی های من. آره، باید یه رشته انتخاب میکردم که پول توش باشه، موقعیت اجتماعی داشته باشه، آینده دار باشه، چیزی که من ازش خبری ندارم. آینده آره، تا چند سال پیش که دلم میخواست طالبان بشم، روی یک پرواز زیبا میان آسمان و ابرها، دیدن خورشید رنگین که من. اما چی شد که نرفتم؟ خواب دیدم. چه خوابی؟ خواب ترسناک. چی شد؟ ارتفاع پرت شدم پایین و هیچی تم نموند تو خواب. بعدش خواب بیدار شدم، سرمال بانده. و این به صورت یک رویا باقی ماند و وایم خواهد ساد. مدتیم که دلم میخواست معمار بشم، اما همین الانشم برام طراحی ساختمون واقعا جذابه و وقتی که یه خونه قشنگ میبینم محو معماریش میشه. با میسم همینجوری نگاش میکنم، اون هم نگاه میکنه. خونه‌تون قشنگ بسازیم، من برم ازشون عکس بگیرم. کلی هم عکس میگیرم، کلی هم از عکسام اسکرین شات دارم. اما بعد از تحقیق‌های فراوان متوجه شدم که این رشته برای خانم‌ها توی ایران ریسکش خیلی بالاست. و منم نه اینکه ریاضی خیلی خوب بود، 1 و 2 و 3 و 18 و 17 و 19 و من یه بار تو زندگیم 20 گرفتم تقریبا بشه بود. آره، و اینکه کلا منصرف شدم. ریاضی هم خیلی خوب بود. خانواده و اطرافیان که اعتقاد سخت بر این داشتن که رشته تجربه خیلی خوبه، مثل دندون پزشکی و پوست و مو اینا، کلا پول تو این است. آره، اما من به خاطری که هر باری که میرم بیمارستان واقعا افسرده میشم، حالم از محیط بیمارستان به هم میخوره و این روحیه اصلا اجازه نداد که بخوام تجربه فکر کنم. آره، بریم با هم یه سری گلچین از مشاورهای دوستان و اطرافیان و مشاورهای محترم ببینیم. بریم تو تجربی، یعنی بریم تو تجربی. میپکنتت، نابودت میکنه، بدبختت میکنه، آینده‌تو میگیره. به عنوان آدمی که داداشش تو همه گوها چرخیده، اینو میتونم بهت بگم. داداشم 2 سال ریاضی خوند، سال آخر رفت انسانی، نمیدونم 1 سال ریاضی خوند، 2 سال بعدی رفت انسانی، کنکور تجربی داد. خب نفر 123 شد، دکترای بیوتکنولوژی آورد. خب 2 ترم هم پزشکی خوند، ول کرد. الان هم این جامعه که میاد آزمون وکالت داره. خب 27 سالشه، همیشه خدا هم درس خونده. ببین همیشه خدا انقدر خونده که مرده. خب الان تو 27 سالگی نه یه جا تا سفر درستی رفته، نه مثلا چی بگم یه لباس درستی پوشیده، یه چیزی که دوست داشته، یه کفش خوب پوشیده، یه غذای خوب خورده. اون میخواسته درس خونه، مثل سگ میخونده. خب الان یکی داداشم
ترک تحصیل کرد. خب چون درس دوست نداشت، به چیز علاقه داشت، به مکانیکی. بکن تو 14 سالگی و 15 سالگی اولی ماشین خودش رو خرید. خب پراید گرفت. اون موقع بکنم 7 سال پیش یه پراید گرفت 5 تومن. خب بعد 405 گرفت، بعد پارس گرفت، خب بعد سمن گرفت. بعد بکن تو یه شب با این ماشینش تصادف کرد، تو یه شب با اون ماشینش تصادف کرد. خب به تخمش هم نبود، رفت دوباره کار کرد، دوباره ماشین دیگه گرفت. الان گوه هم نداره ولی بازم حداقل تو دلش نمونده. همون موقعش هم که میگم مثل چی کار میکرد، قشنگ مثلا هر یه روز یه جای ایران بود، یه لباس، یه چیز، یه فلان. یعنی حداقل اینه که هیچی تو دلش نذاشته. ولی عزیز من میری تجربی. خب در حینی که داری میخونی حداقل سال آخرش باید مثل سگ بشینی برای کنکورت بخونی و دیگه به موسیقی اصلا نمیرسی و مطمئنم که همین واسه افسردگیت میشه. خب چون جدی دارم میگم، هر کی رفته تجربی، البته یه چیزی هم بگم، اونی که میخواسته به یه نتیجه برسه، مثلا اونی که یه هدفی داشته، مثلا میگفتم میخوام برم مثلا پزشک قلب بشم، خب قشنگ ریده تو کل زندگیش گوه هم تهش نشده، یعنی هم یه پرستاری عادی هم نیاورده. فکر کن دوست داداشم یه دختری بود، مامایی قبول شد. خب باباشون فکر کنم جانباز بود یا شهید شده بود. خب الان فکر میکنی چی شده؟ کشکی تخمی پشمی الان دکتر قلبه. آره دکتر قلبه. فکر کن چند سالش من نمیدونم، یعنی ما خودمون مونده بودیم که اصلا من همچین چیزی اصلا نداره. تو حداقل باید انقدر درس خونده باشی، چون مثلا تا یه جای دانشگاه که میخونی دوباره باید تا یه جای دیگه‌ای بخونی که بتونی مثلا بری متخصص یه چیزی بشی. خب عزیزم زندگی خودتو تباه نکن و نشین بگو که مثلا تو مثلا دکتری پول هست، تو دندون پزشکی پول هست. هیچ گوهی نیست. دکتراشو میپرسیدم، یعنی فقط پسرا بودن، نمیدونم چرا، ولی فقط پسرا بودن که میگفتن ما اصلا پشیمون نیستیم. یکی دیگه از پرستارا بود میگفت اصلا اگه میدونستم قرار تجربه همچین چیزی باشه، با این که معدلم 20 بود کلا نهم ترک تحصیل میکردم. میگفت میرفتم دنبال زندگی مثلا. حالا یه گفت بودم برای مامانت هم میگه کارم پرستاری آورده بود چی فلان بنا، با همه‌شون صحبت کن، با چند تا پزشک صحبت کن، با چند تا پرستار صحبت کن. مثلا یه همچین چیزیه خوبه به نظر تو خوب نیست، مثلا با آدمای عادی خیلی کاری نداشته باش، برو با اونایی که رفتن تو این رشته. ولی میگم هر کی رفته قشنگ به گوه خوردن افتاده. طبیعت بندیشون چجوریه؟ اول با نمیدونم فرزند شهیده، بعد ایثارگره، نمیدونم ایثارگر یا جانباز که نمیدونم، بعد مثلا جانباز 100%، جانباز 60%، جانباز 40%، مثلا جانباز 20%، بعد تیزهوشانه، بعد نمیدونم این گوه نمونه دولتی، بعد قلمچی. در اون بین یک سری انسانی که چون خودشونو پاره کردن یه جایگاه خیلی ریزی دارن که مثلا طرف خودش نشسته خیلی خونده، خیلی خونده و مثلا اینجوری نبوده، مثلا ایثاریت از این چیزا نبوده. بعد فکر کنم رتبه یکی کنکور فکر کنم 2 سال پیش بود، نمیدونم، که دوست داداشم بود برای تجربی سال آخر 500 میلیون داده بود. معلم خصوصی 1 ساله گرفته بود که میومد تو خونه باش تست و همه چی کار میکرد و دیگه رفت مثلا کنکور داد، نفر اول شد و اینا. ولی یه آدمی مثل دوست داداشم که من یه دختر بود و مثل سگ خون، مثل سگ ارزد. یعنی ببین اینجوری بود که باورت نمیشه شیوا تو این 1 سال آخریه شاید بگم مثلا این تو 24 ساعت 4 ساعتشو میخوابید. خب خیلی میخون. بعد مال آذربایجان بود، اصلا درسش عالی بود. یعنی ببینید آذربایجانی خدای ریاضیه. فکر میکنی چند شد؟ درسته 3000 شد و خودش نمیفهمید چه گویی بخوره. چه بلد نبود چی کار باید. به هر حال به نظر من حالا که یه همچین
چیزی آوردی حتما برو. میدونی چند نفر سر موسیقی ار میزنن دست و پا میشکنن؟ ببینید من برمیگردم به دورانی که خود هم سن و سال شما بودم. اون زمان همش میگفتن که مثلا یا برو پزشکی بخون یا مهندسی بخون. کسی از من نپرسید به چی علاقه داری یا دوست داری چی کاری انجام بدی. مهمترین چیز تو این دنیا اینه که شما کاری رو انجام بدید که ازش لذت ببرید. اون وقت میتونید هم توش باسواد بشید، هم توش پیشرفت کنید و هم توش ازش پول در بیارید و تأثیر بذارید. ولی اینکه واقعا اون چیز چی باشه و فقط خود کار براتون مهم باشه بعد جوانه بشین خیلی مهم. زندگی کوتاهه و ما یک بار فرصت انتخاب داریم. من ارشد عمران دارم اما ازش استفاده نمی کنم. رفتم دنبال علایقم از وسط راه، اما اگر زودتر می رفتم دنبال علایقم قطعا خیلی بیشتر پیشرفت می کردم. خلاص از همه اصرار که برو تجربه پول توشه از من انکار کرد. افسرده میشم. من اصلا با محیط بیمارستان نمیسازم. بچه برن تجربه. من دوست دارم شادی رو انتقال بدم و به این ایمان دارم که هر شادی که من انتقال میدم 100 ها برابرش به برگشت میخوره. آره امتحان کردم. اصلا ما یاد گرفتیم چطوری زندگی کنیم. تو مدرسه همون به اون چی یاد میده؟ همون یه مش افسرده ایم، غم داریم، حتی احترام بزرگترها فراموش شده. بلد نیستیم چجوری با بزرگتران برخورد کنیم. یاد گرفتیم چجوری تنهاییمون رو پر کنیم. ما اصلا خوشحالی نمی کنیم. خوشحالیمون حقیقی نیست. نمیتونیم تو حالت عادی خوشحال باشیم و روی میاریم به یه سری چیزا لااقل تو اون زمان برای مدت کوتاهی هم که شده خوشحال باشیم و بعدش یواش یواش نابود بشه. یه بار یه نفر بهم گفتش که خب توی همه درس خوندی، معدلت شد 19 شدی 18، چیکار کنم؟ تو وقتی که فرق بین یه پیچ گوشتی و یک آچار رو که تو هر موقعیتی از زندگیت ممکنه اضطراری باشه و به دردت بخوره، مثلا سینک ظرفشوییت خراب شد، چیکار؟ گازت خراب شد، چیکار؟ ما حتی اسم ابزارهایی که تو زندگیمون ضروری هستش رو بلد نیستیم. خب الان من این که بفهمم فلان پادشاه چند تا زن داره، چند تا بچه داشته، اینو چه به درد من میخوره؟ وقتی که بلد نیستم اگه شلوارم پاره شد بخوام بدوزمش یا اصلا دکمه مانتوم کنده شد بخوام ببندمش، چه اهمیتی داره؟ توی این زندگی که همه از هم فاصله گرفتن، هر کی رفته سوی خودش، اگر که محفل شادی هم باشه با چیزای پوچ مثل قلیون، شراب، سیگار، سه خوبی هم از سبزی پاک کرده ولی خب پشت سرش غیبت دیگه پر میکنیم و خیلی جا به عنوان با کلاس بودن نشون داده میشه. در واقع یه جورایی داره جزو فرهنگمون به حساب میاد تقریبا. هر کس اون کسی با کلاسه که شراب میخوره، اون کسی با کلاسه که قلیون میکشه، اون کسی با کلاسه گل میکشه. داریم با چی خوشحالی میکنیم؟ ماها یاد نگرفتیم چطوری از ته دل بخندیم. یاد نگرفتیم وقتی افسرده‌ایم چطوری حال خودمون خوب کنیم. یاد نگرفتیم چطوری تنهایی کیف کنیم. یاد نگرفتیم اولویت زندگی خودمون باشیم. یاد نگرفتیم چطوری اعتماد به نفس داشته باشیم.
آلن تورینگ، ریاضیدان و دانشمند کامپیوتر و فیلسوف انگلیسی، همه چیزو میدونست. اما به نظرتون تهش چی شد؟ خودشو کشت. چرا؟ چون افسرده بود. پس چرا باید راهی رو میرفتم که تهش به افسردگی ختم میشه؟ و این شد که با پافشاری تمام رفتم رشته موسیقی. البته خب شرایط خیلی سختی داشت، مثلا اینکه معدل بالای 19 باشه، مسابقه علمی و عملی که نگم براتون، و اینکه آره شرایطش خیلی سخت بود. مثلا یه لوح تقدیر چیزی داشته باشه، از اینکه مثلا این مسابقه شرکت کردی و برنده شدی و اینا اولویت بود. و این شرایطی که من داشتم باعث شد که بین صدها نفری که اومده بودن آزمون بدن من نفر چندم بشم؟ نفر ششم. آره. و این شد که من رفتم هنرستان کامیاب. قبول شدم. بریم ببینیم هنرستانم رو با هم. و بالاخره من و هنرستان کامیاب. وای باورم نمیشه. داری تا اینجاشو میبینی؟ ببین تا اینجا اومدی لایک کن، اون دکمه خوشگل قرمزم هست و اونم بزن، سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن. این کلیپ های من برای شما میاد کامل با خبر بشی. آره حمایت کنین دیگه، کامنت هم بذارین، کیف میده. باشه خوبه یعنی